مرد جوانی در حال فارغ التحصیل شدن از دانشکده بود. ماه‌ها بود که ماشین اسپورت زیبایی پشت شیشه‌های یک نمایشگاه اتومبیل به شدت توجهش را جلب کرده بود و از ته دل آرزو می‌کرد که روزی صاحب آن ماشین شود. می‌دانست که پدرش توانایی خرید آن را هم دارد و به همین خاطر از پدرش خواسته بود که برای هدیه فارغ التحصیلیش آن ماشین را برایش بخرد. بالاخره روز فارغ التحصیلی فرا رسید و پدرش او را به اتاق مطالعه خصوصیش فرا خواند و گفت: من از داشتن پسر خوبی مثل تو بی نهایت مغرور و شاد هستم. تو را بیش از هر کسی دیگری در دنیا دوست دارم. سپس یک جعبه به دست او داد. پسر کنجکاو شد ولی ناامید. جعبه را گشود و در آن یک انجیل زیبا بود که روی آن نامش طلاکوب شده بود. با عصبانیت بر سر پدرش فریاد زد و گفت: با تمام مال و اموال و دارایی که داری یک انجیل به من میدهی؟ پسر که کتاب مقدس را روی زمین گذاشت و پدرش را ترک کرده بود بسیار ناراحت بود. سالها گذشت و مرد جوان در کار و تجارت موفق شد. خانه زیبا و خانواده‌ای عالی داشت. یک روز به این فکر افتاد که پدرش حتما خیلی پیر شده است و باید سری به او بزند. از روز فارغ التحصیلی دیگر او را ندیده بود، اما قبل از اینکه اقدامی بکند تلگرافی به دستش رسید که خبر فوت پدرش بود و حاکی از آن که تمامی اموال خود را به او بخشیده است. بنابراین لازم بود فوراً خودش را به خانه پدریش برساند و به امور رسیدگی کند. هنگامی که به خانه پدر رسید در قلبش احساس غم و پشیمانی می‌کرد. اوراق و کاغذهای مهم پدر را گشت و آنها را بررسی نمود و در آنجا همان انجیل قدیمی را دوباره یافت و در حالی که اشک می‌ریخت انجیل را باز کرد و صفحات آن را ورق زد و کلید ماشین را پشت جلد آن پیدا کرد. در کنار آن یک برچسب با نام همان نمایشگاه ماشین مورد نظر او را داشت. روی برچسب تاریخ روز فارغ التحصیلی‌اش بود و پشت آن نوشته شده بود: تمام مبلغ پرداخت شده. قدیما حیاط‌ها درب نداشت. اگر درب داشت هیچ وقت قلف نبود. میدونین چرا قدیمی‌ها انقدر مخلص بودن؟ چرا انقدر شاد بودن؟ چرا انقدر احساس تنهایی نمی‌کردن؟ چرا زندگی‌ها برکت داشت؟ چرا عمرشون انقدر طولانی بود؟ چون تو کتاب‌ها و غیره دنبال ثواب نمی‌گشتن که چی بخونن که ثواب داره. دنبال عمل کردنش بودن. فقط یک کلام میگفتن: خدایا به داده‌هایت شکر. نمیگفتن تشنه رو آب بدین ثواب داره، میگفتن آب بدین به بچه که طاقت نداره. موقعی که غذا میپختن نمیگفتن بدین به همسایه ثواب داره، میگفتن بو بلند شده، همسایه میلش میکشه، ببریم اونا هم بخورن. موقعی که یکی مریض میشد نمیگفتن این دعا رو بخونی خوب بشی، میرفتن خونه طرف، ظرفاشو میشستن، جاروشو میزدن، غذاشونو میپختن تا بچه‌هاش قصه نخورن. اول و آخر کلامشون رحم و مهربانی بود. به بچه عیدی میدادن، میگفتن دلش شاد میشه. به همسایه میرسیدن، میگفتن همسایه از خواهر و برادرم به آدم نزدیکتره. خدا قلب ما را جلا بده که تو کتاب‌ها دنبال ثواب نگردیم، خود ما را اصلاح کنیم و با عمل کردن به ثواب برسیم، نه فقط با خواندن دعا.